رفتیم سراغ اولین تمرین. گفته شرکت خدماتی رضایی تأسیس شد. رویدادهای مالی مربوط به این شرکت به شرح زیر است. اولین رویداد چی گفته؟ رضایی مالک شرکت 7 میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه به حساب بانک شرکت واریز کرد. خب ما معادله اساسی حسابداریمون رو داریم. دارایی مساوی بدهی به اضافه سرمایه. 7 میلیون واریزی داشت، پس این واریزی به عنوان سرمایه ریخته شده دیگه. کجا میره؟ میره تو دارایی که بانکمون باشه. پس بانکمون 7 میلیون افزایش پیدا میکنه. سرمایه هم به مبلغ 7 میلیون ریال افزایش پیدا میکنه. حواستون به این موضوع باشه که تساوی همیشه باید برقرار باشه. بریم سراغ رویداد بعدی. گفته خرید ملزومات به مبلغ 500,000 ریال به صورت نسیه. خب تو بعضی از شرکت ها ملزومات جزء هزینه است، بعضی شرکت های دیگه هم جزء داراییه. دارایی جاری حساب میکنه. تو این رویداد به عنوان دارایی جاری شناخته شده. اون زمانهایی هم که به عنوان هزینه شناسایی میکنیم کاملا درسته. خب ملزومات جزء داراییه و ملزومات ما افزایش پیدا کرده، چون گفته به صورت نسیه وارد حساب بدهی ها میکنیم. بخش حساب پرداختنی به مبلغ 500,000 افزایش پیدا کرده و اگر باز مشاهده بفرمایید تساوی هم تو دو طرف برقراره. بریم سراغ رویداد سوم. گفته خرید اساسه به مبلغ 2 میلیون ریال که 600ش نقد مابقی نسیه. چون خرید اساسه داریم پس داراییمون به نام اساسه افزایش پیدا میکنه به مبلغ 2 میلیون. در ادامه گفته 600 ریال نقدی مابقی نسیه. وقتی بحث نقد میاد یعنی از بانکمون برداشت میشه دیگه. وقتی که برداشت میشه بانکمون کم میشه. از 7 میلیون بانکمون مبلغ 600 تا کم میکنیم. بانکمون میشه 6,400. مابقی هم نسیه که حساب پرداختنیمون افزایش پیدا میکنه به مبلغ 1,400. مبلغ 1,400 رو به 500 اضافه میکنیم، مجموعش میشه 1,900. همونطور که مشاهده میفرمایید تساوی در دو طرف برقراره. بریم سراغ رویداد بعدی. خرید زمین به مبلغ 1 میلیون ریال به صورت نقد. خب زمین خریدیم، داراییمون افزایش پیدا میکنه به مبلغ 1 میلیون. چون به صورت نقد خریداری شده از بانکمون کم میشه. بانکمون 6,400 بوده میشه 5,400. همونجور که مشاهده میفرمایید تساوی همچنان برقراره. رویداد پنجم گفته فروش بخشی از اساسه به صورت نسیه به مبلغ 400,000. ما یه مقدار اساسه داشتیم که فروختیم. کل اساسمون 2 میلیون بود دیگه. 400 تاشو فروختیم. اساسی همون شد 1,600 چون فروش به صورت نسیه بوده. حسابهای دریافتنیمون هم افزایش پیدا میکنه و به عنوان دارایی شناسایی میشه به مبلغ 400. مجدد همونجور که مشاهده میفرمایید تساوی در دو طرف برقراره. بریم سراغ گزینه آخر. گفته پرداخت مبلغ 300,000 ریال بابت بدهی شرکت. وقتی جمله پرداخت میاد یعنی پول پرداخت کردیم، باید بریم سراغ بانکمون که 5 میلیون و 400 بود. 300 تا ازش کم میشه، بانکمون میشه 5,100. بدهیمون هم کم میشه. حسابهای پرداختنیمون 1,900 بود، 300 ازش کم میشه. حساب پرداختنیمون میشه 1,600. پس هم بانکمون کم شد هم بدهیمون کم شد. همونجور که مشاهده میکنید تساوی در دو طرف برقراره.
خب بریم سراغ تمرین دوم. شرکت خدماتی عباسی تأسیس شد. رویدادهای مالی مربوط به این شرکت به شرح زیرا. رویداد اول مشاهده بفرمایید. گفته آقای عباسی مالک شرکت 3 میلیون ریال به عنوان سرمایه گذاری اولیه به حساب بانک شرکت واریز کرد. خب واریزی داشته به مبلغ 3 میلیون، میره تو بانک به مبلغ 3 میلیون افزایش پیدا کرده، سرمایه هم 3 میلیون افزایش پیدا کرده. همونطور که مشاهده میفرمایید تساوی در دو طرف برقراره. رویداد دوم گفته خرید اساسه به مبلغ 400,000 به صورت نسیه. خب اساسه خریدیم، اساسه داریم به صورت نسیه، اساسه که جزء دارایی هاست و به مبلغ 400 تا افزایش پیدا کرده. چون خریدمون به صورت نسیه بوده، حساب پرداختنی که جزء بدهی هامونه افزایش پیدا میکنه به مبلغ 400 تا و مجدد تساوی در دو طرف برقراره. رویداد سوم خرید خودرو به مبلغ 1,500,000 تاش نقدی مابقی به صورت نسیه. باز خودرو یه داراییه و تحت عنوان حساب وسایط نقلیه به مبلغ 1,000,000 افزایش پیدا میکنه. چون 500 تا نقدی بوده پس از بانکمون کسر میشه، بانکمون میشه 2,500. مابقی هم که نسیه بوده و میره تو حسابای پرداختنی که از قبل داشتیم 400 تا. 500 تای دیگه بهش اضافه میکنیم مجموعش میشه 900 تا. مجدد تساوی در دو طرف برقراره. رویداد 4 گفته فروش بخشی از اساسه به صورت نسیه به مبلغ 200 تا. فروش اساسیه به صورت نسیه داریم، پس اساسیه‌مون که به مبلغ 400 تا بود 200 تاشو کسر میکنیم و به داراییمون یه حسابی تحت عنوان حساب دریافتنی مبلغ 200 تا اضافه میکنیم. باز همونجور که مشاهده میکنید تساوی در دو طرف برقراره. رویداد مالی شماره 5 اول گفته پرداخت مبلغ 200,000 یا بابت بدهی‌های شرکت. اول نگاه میکنیم ببینیم بدهی شرکتمون چقدر بوده. مبلغ 900 تا بدهی داریم که 200 تاشو پرداخت کردیم. از بانکمون دیگه که مبلغ 2,500 بوده 200 تا کسر میکنیم. بانکمون میشه 2,300. بدهی شرکت هم که تحت عنوان سرفصل حسابهای پرداختنی و مبلغش 900 تا بوده 200 تا کسر میکنیم میشه 700. همونجور که باز مشاهده میکنید تساوی در دو طرف برقراره. بریم سراغ آخرین رویداد، دریافت مبلغ 100,000 ریال بابت بخشی از طلب شرکت. طلب ما چی بود؟ حسابای دریافتنی 200 تا باید دریافت میکردیم که 100 تاشو دریافت کردیم. پس به بانکمون اضافه میشه دیگه. مبلغ 100 تا که به بانکمون اضافه بشه، بانکمون 2,300 بوده میشه 2,400. حسابهای دریافتنی هم که 200 تا بوده 100 تا ازش کسر میکنیم و در نهایت میبینیم که تساوی در دو طرف برقرار. خب بچه‌ها این دو تا تمرین در خصوص تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی بوده. ما باید این تجزیه و تحلیل‌ها رو انجام بدیم تا بتونیم تو فصلهای بعدی ثبت دفتر روزنامه رو به درستی انجام بدیم. اما یه مسئله دیگه هستش که دقیقاً برمیگرده به بحث معادله اساسی حسابداری. یعنی ما تو بحث معادله اساسی حسابداری باید بدونیم دارایی مساوی بدهی به اضافه سرمایه به چه شکله تا بتونیم این مسئله رو حل کنیم و همچنین بدونیم دارایی جاری چیه، دارایی غیر جاری چیه، بدهی جاری چیه، بدهی بلند مدت چیه تا بتونیم این مسئله رو حل کنیم. خب با هم دیگه میریم سراغ این مسئله. گفته موارد مجهول زیر رو مشخص کنیم.
الف بانک 2,000,000 حسابهای دریافتنی 1,000,000 ملزومات نداده زمین 5,000,000 ساختمون همینجوری که مشاهده میکنید الف و جمع کل دارایی ها رو به ما داده حسابهای پرداختنی پیش دریافت درآمد رو نداده وام پرداختنی جمع کل بدهی ها رو داده سرمایه رو نداده. خب ما باید جای این علامت سوالا رو پیدا کنیم دیگه. بریم سراغ حل گزینه الف. معادله اساسی حسابداری رو میدونیم. دارایی مساوی بدهی به اضافه سرمایه و اینم میدونیم که دارایی ها تشکیل شده از دارایی های جاری و غیر جاری. اما ما به صورت گسترده تر میایم پخش میکنیم طبق خواسته مسئله. خب صورت مسئله چه چیزایی رو به ما داده بود؟ به ترتیب قرار میدیم. بانک 2,000,000 حسابهای دریافتنی 1,000,000 ملزومات که علامت سوال بود ما باید به دستش بیاریم. زمین 5,000,000 ساختمان هم 3,000,000 این میشه دارایی ها. جمع کل دارایی هامون رو هم مسئله داده به مبلغ 11,500 مجموع دارایی ها میشه 11. اما جمع کل دارایی هامون که 11,500 11,000,000 از 11,500 کسر میکنیم حاصلش میشه 500 تا. این مبلغ میشه ملزومات ما. اما بریم سراغ قسمت دوم که بدهی به اضافه سرمایه است. ما اینو میدونیم که جمع بدهی به اضافه سرمایه باید با جمع دارایی ها برابر باشه. وقتی جمع دارایی رو به ما داده 11,500 پس 100% جمع بدهی و سرمایه هم باید 11,500 باشه دیگه. پس میریم سراغ مابقی اطلاعاتی که مسئله به ما داده. حسابهای دریافتنی 2,000,000 پیش دریافت درآمد رو که نداده به ما. وام پرداختنی 4,000,000 سرمایه هم نداده به ما. یه نکته که باید توی این مسئله بهش توجه کنید که اینی که گفته جمع کل بدهی ها 8,000,000. از این ما میتونیم مبلغ پیش دریافت درآمد رو به دست بیاریم. دقت کنید وقتی که جمع کل بدهی رو داریم ما میتونیم پیش دریافت درآمد رو به دست بیاریم. ما 3 تا بدهی داریم توی این مسئله. حساب پرداختنی، پیش دریافت درآمد، وام پرداختنی. حالا حساب پرداختنی مسئله رو داده 2,000,000. وام پرداختنی مسئله داده 4,000,000. جمع کل بدهی هم گفته 8,000,000. میایم چیکار میکنیم 8,000,000 رو منهای مجموع حساب پرداختنی و وام پرداختنی که 6,000,000 میکنیم حاصلش میشه 2,000,000 که این حاصل میشه پیش دریافت درآمدمون. پس دقت کنید مجموع کل بدهیمون شد 8,000,000. حالا باید بریم سراغ سرمایه رو به دست بیاریم. ما میدونیم جمع بدهی به اضافه سرمایه مجموعش میشه 11,500,000 که همون جمع دارایی هاست. 11,500,000 رو میایم مجموع کل بدهیمونه که 8,000,000 رو منهای اون 11,500,000 میکنیم حاصلش میشه 3,500,000 که مبلغ سرمایه هم به دست میاد. به این ترتیب ما از معادله اساسی حسابداری علامت سوالا رو به دست میاریم. بریم سراغ قسمت ب. دارایی جاری رو به ما نداده ما باید به دست بیاریم. دارایی غیر جاری 5,000,000 جمع کل دارایی ها رو نداده. بدهی جاری رو داده. بدهی بلند مدت سرمایه رو هم به ما داده. دقت کنید مثل مسئله قسمت الفه. جمع دارایی با جمع بدهی به اضافه سرمایه یکیه.
پس میایم میگیم بدهی جاری 3 میلیونه، بدهی بلند مدت 5 میلیونه، جمع سرمایه هم 2 میلیونه. مجموع بدهی به اضافه سرمایه‌مون میشه 10 میلیون. پس قطعا جمع دارایی غیر جاری با دارایی جاری باید حتما 10 میلیون باشه. جمع دارایی غیر جاری که 5 میلیونه منهای 10 میلیون مجموع بدهی میکنیم به اضافه سرمایه، حاصلش میشه 5 میلیون. دارایی جاری به دست میاد و همچنین جمع کل دارایی هم به دست میاد. دقیقا عین همون چیزی که مسئله به ما داده. اما بریم سراغ قسمت آخر مسئله. گفته که جیمه بانک 3 میلیون حسابهای دریافتنی ملزومات رو نداده، جمع دارایی های جاری رو داده، زمین، ساختمون، استهلاک انباشته رو باید به دست بیاریم، جمع کل دارایی ها، حساب های پرداختنی، پیش دریافت درآمد، وام پرداختنی نداده باید به دست بیاریم، سرمایه. برای اینکه بتونیم این مسئله رو حل کنیم من یه ترازنامه کشیدم که همون معادله اساسی حسابداریه. سمت راست دارایی هامون، سمت چپ مجموع بین بدهی و سرمایه است. دارایی جاریمون شامل بانک، حسابهای دریافتنی که مسئله به ما داده به ترتیب 3 میلیون و 2 میلیون. جمع دارایی های غیر جاری هم دقت کنیم مسئله به ما داده 5 میلیون. ملزومات رو از ما خواسته. وقتی جمع بانک و حسابهای دریافتنی 5 میلیونه، جمع دارایی‌های غیر جاری 5 میلیونه، پس به این نتیجه میرسیم که ملزومات ما میشه 0، یعنی ملزوماتی نداریم. حالا بریم سراغ دارایی غیر جاریمون. زمین داده 5 میلیون، ساختمون 3 میلیون. میدونید که دارایی ها غیر از زمین استهلاک پذیرن. استهلاک هم باشه ساختمون هم از ما میخواد. جمع کل دارایی ها هم 12,500. دارایی های غیر جاری، زمین 5 میلیون، ساختمان 3 میلیون. ازش استهلاک انباشته کم میشه، یعنی اون 500 تا کم میشه. ارزش دفتری ساختمون به دست میاد. حالا زمین با ارزش دفتری ساختمون جمع میشه که مجموعش میشه 7,500. جمع دارایی غیر جاری مونه. جمع کل دارایی ها به دست میاد. جمع دارایی های جاری رو که 5 میلیونه، جمع دارایی غیر جاری 7,500، مجموعش میشه 12 میلیون و 500 که جمع کل دارایی های. حالا که ما میدونیم جمع کل دارایی ها 12,500، قطعا جمع بدهی و سرمایه هم باید 12,500 باشه. حالا میریم سراغ قسمت بدهی به اضافه سرمایه که این قسمت مسئله داده حسابهای پرداختنی 2 میلیون. پیش دریافت درآمدم 2 میلیون، میشه 4 میلیون بدهی جاری. بدهی بلند مدت که وام پرداختنی رو باید به دست بیاریم، ولی سرمایه رو به ما داده. ما وقتی میدونیم جمع بدهی به اضافه سرمایه میشه 12 میلیون و 500، منهای 4 میلیون میکنیم. حاصلش میشه 8 میلیون و 500. جمع کل بدهیمون به دست میاد. خب حالا جمع کل بدهی رو داریم. جمع بدهی جاری هم داریم. اینا رو از هم کسر میکنیم. مبلغ 4 میلیون و 500. وام پرداختنی هم به دست میاد. همونجوری که مشاهده میکنید ترازم در دو طرف برقراره. خب این جلسه هم به پایان رسید. امیدوارم مفید بوده باشه براتون و کامل متوجه شده باشین. تا انتشار ویدیو بعدی و حل تمرین بعدی خسته نباشید.